تمرین شماره 174 ادامه تمرینات 6 8 هست صفحه 33. توی تمرین 6 8 هر چند رو برابر یک شماره قرار دادیم و باز هم طبق همه ویدیو اولش تحکیل میکنم با سرعت پایین فرض که تو دست از ذهنتون جا افتاد ذره ذره سرعت رو بالاتر ببریم. ریتم اون هست توم بک که بک رو دو دستی میزنیم، بک با چپ. سکوت بک توم بک سکوت بک توم بک توم دو دستی توم سکوت دوباره بک توم هم دو دستی 1 2 3 4 5 6 1 2 سکوت 3 4 5 6 توم بک سکوت 1 2 3 4 5 6 1 2 تندتر هم میتونیم اجرا کنیم 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 تمرین شماره 175 توم ریز بک توم بک بک ریز بک توم بک توم ریز بک توم بک بک ریز بک توم بک توم ریز بک توم ریز بک توم ریز بک توم بک تمرین 176 آخرین تمرین صفحه هست. توم چپ بک چپ توم بک سکوت بک چپ بک چپ سکوت بک چپ بک چپ سکوت بک چپ بک چپ توم بک توم چپ